салом алейкум дӯстони азиз, шумо барномаи навбатии фарҳангию фароватии Шину Бинро тамошо доред ва чун ҳар вақта ман Умедҷони Султонзод, Насриддин Асадуллоев ва Субҳон Каримов бо шилапаи худ дар хизмати шумо ҳастем. Салом. дӯстони азиз, меҳмони барномаи навбатии Шину Бин ҳунарманди мардумии Ҷумҳурии Тоҷикистон устод Ортиқ Қодиров меҳмони барномаи ман ҳастанд. Марҳамат устод. Ассалому алайкум. آفرین بابا داشتم انا شینو Ана ку خیلی سلام سال یک شب чой аз чой сар кардан چایم باید شینو بین نام داشته بود شینو چاش اول شینو بین بعد شینو چاش бисёр дар чанд барномаҳо рости гап гӯем ки орзуям карда будем ки шуморо даъват кунем. баъд ин зиёдтар устод рости гап мухлисотон шумоя бисёр аз мо хоҳиш карданд ки устода даъват кунед. суҳбатошона ёд кардем гуфтам. баъзеош гуфтан сурудхониҳошона ёд кардем, гуфтам латифагӯиҳошона гуфтан ёд кардем. ما البته ما مخلصا یاد میکنیم. به مخلصا اصلا هنرمند، به مخلص، به هوادار، به مردم هیچ هست. کی بدر کارسی کنم. مردم که هواداری میکنن و اصطلاح اخلاص میکنن، محبت میکنن، همون قدر با الهام هنرمند بیشتر میشد. با همون قدر در صحنه هنر با میخواد که بیشتر باشد، میخواد که زود نمیرد، حال زنده باشد و خیرید. یعنی که هنرمند با وابسته به مخلصانش است و برای مخلصان است. چند تا ویدیو رو تماشا کردم. استاد حتی شاعراش اشتراکی بودن. باور کنین که استاد هم خیلی شعر قرائت کردن و شاعرها در حیرت موندن. ما خواهش میکنیم که از اول همون یکتا مشاعره کنیم. بیام مشاعره. اینا ایمپرویزاسیا مشاعره. اومدیم با برنامه شینو بین. بعد از این بیرو نشین بر ماشین. ماشین در این محفل اکای ارتیق رو بین همراه نصرالدین در برنامه شینو بین. آفرین. البته سبک استاد تورخان احمد خان. اگر شاگرداش بود. من از همون سال اول که با دانشکده هنرهای زیبا تأسیس یافت، ما اولین داوطلب بودیم و از همون سال اول استاد تورخان احمد خان و ما استادی کردن و ما درس دادن و ما همون سبکی شعرخوانیشون حتی همچون شاعری سبک پریشانی زیبا این تخلصات شما گذاشته همین در همین سبک من تحقیقات هم گذارم که سنبوسه همچو بوسه مقام خاصه دارد، هر یک خلاصه جانم باز هم خلاصه دارد. این لحظه از رودکی است. این لحظه که میگن خبر میگن که بله آخران لحظه های حیاتی رودکی است. آخران لحظه هایی این در شهرکی سینماگران در تهران، شهری که در امریکا گالیوود است و در هندوستان بالیوود است، در تهران هم شهرکی سینماگران است. همین بیناها برای نوار سینما من اینجا بدید اینجا شخصیت های بسیار بی‌نظیر رو بدید که استاد لایق، استاد به نظر علی باباجان که در حیات نیستن، علاقه برای دوستمان نطاق رادیو ابراهیم خیلی ابراهیم در خیلی حیات نیستن اینجا. خب دیگر خیلی مخلصا نه شخصا این رجب مردان یکی از بهترین نویسنده و ژورنالیست، اینا همه عالما، همه
این از نمایشی نخی پیچیده محمد شریف خالف اینجا من در نقش کپیتانی میلیسی هستم. سال بینلا در نقش یک راهبر یک کارخانه که با همون تنوب کردن نخی همون بافندگی چقدر میلیون ها اونی که فایده می‌رسه. این یک صحنه‌اش بخاطر اصلا شو پیشی وای بمیشینن کو پیشی یخلا میشن یا تو خلو کرگی از همون نمایشه. این از همون نمایش است. در همینجا یک صحنه بود. خدا رحمتش کنه عیسی عبدالرشیدوف نقش مایار بازی می‌کرد. مایار بازی می‌کرد. بعد پیشی چیز میاد همین میگه که اگر همین رفیق پالتون اگر همین جنایت کشاده شود زن و سرچه هایم را میگیرم و رفته در قلعه ورزا به یکانجا ناز استراحت میکنم. بعد یک روز همین چخیر شد و گفت که رفیق پالتون اگر همین جنایت کشاده شود یک روز پسر و زنچه هایم را میگیرم خودش هم نفهمید که همین بعد گفت تو همین حتی در تالار خندیدم پسر و زنچه هایم. این کشاده شوی آثارخانه ملی من هم اینجا با اصطلاح مؤلفی برنامه بودم، سناریو هم کارگردان هم با در نقش باربد خودم در نقش باربد دیگه هم در نقش‌های گوناگون اونجا استاد عینی هم مثلا دیگر قهرمان‌های تاریخی. این عکس سال‌های دانشجویی من کاری کرسی من در نقش اتیلا هم سبقان شریفه برای نفرایی که نمیدونیستن استاد ارتقی قدیر نقش اتیلا رو بازی کرد. دزدمانه شریف خان دزدمانه من در نقش اتیلا. این با نمایشی سخن و شمشیر بخشیده به جشن 50 سالگی بریس نمتیف این نمایش گذاشته بودیم. ما با همین نمایش و بخارا سفر کرده بودیم. اینجا بخارا این در زیر دیوار ارک بخارا هست. همین عکس در زیر دیوار عکس بخارا با بریستکه من اونجا نقش شاعر بازی میکردم. این نمایشی بچگانه آدمی برفی ما من اینجا شهرت حلیموف این بنده در نقش براکنیر همون هایی که با شکاری بای میروند حیوانات میروند سلطانمراد بابا مراد جنگل با خدا بکنم میشناسید نرز میشناسید. این یک نمایش بسیار جالب بود که هم کلان ها دوست می‌داشتن هم بچه ها دوست می‌داشتن. خب تشکر زیاد استاد، زنده باشید. تشکر. اگر میشد که برای مخلصان خودتان یک در ژانر شش مقام یک شش مقام اکنون این بسیار دشوار است. این از همه دشوارترین ژانر که از این در صنعت موسیقی این شش مقام است. لیکن این سوالش همین است که یک بار چه شد که در همه بعد خودم تنها موندم که همه رمضان یک خودم در بعد سرود خواندم. همینجا سرود خواندم خودم معقول شد. فکر کردم که شاید دیگر ما معقول شد که خیلی نمیدونم شاید لیکن اصلا سرودخوانی البته شیوه من نیست. لیکن خیلی برای دل برای تسکین دل بعضا سرود میخوانم. یاران به کف پیاله و در دل غبار چیست امروز هم گذشت غم روزگار چیست آخر دیگر چی حاجتی پند و نصیحت است هر دم غنیمت است آدم غنیمت است یاران بهار عاشقی با گلفشان گذشت
دریای دل ز ساحل سود و زیان گذشت. این دل که رنج می کشد تا کی سلامت است. هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. یاران سری عزیز فدای سر کنید، بر هر دری ترنم شعری دری کنید. شعر و سرود داروی درد محبت است. هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. یاران بهار عاشقی با گلفشان گذشت. دریای دل ز ساحل سود و زیان گذشت. این دل که رنج می کشد تا کی سلامت است. هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. هر دمی شین و بین، هر لحظه غنیمت است. در حقیقت دوستو میدونن، در اینترنت هم بود، در اونجا نوشته بود که استاد ارتی قادر با بیماری کووید 19 گرفتار شدن و اینقدر زیاد نفرو دعای نیک کردن در حق استاد. در صحیفه های اجتماعی هم ما شما دیدیم همین چیزا، یعنی اینقدر دعای نیک کردن در حق استاد و دعای نمی مردم بود. بله. اول اینکه خداوند، بعد دعای مردم بود که استاد امروز خدا را شکر ساق و سلامت هستند، در برنامه شین و بین همراه ما هستند. یعنی که غنیمت از گفتن همین من استاد، یعنی همین بیماری فکر و نظر شما رو مثلا با زندگی با یگون باید دیگرگونی یگون باید آورد برای شما؟ البته در حالت بیماری، چون زیاد نفرها میگن که نگاه هم با زندگی دیگر. بله همین سرودی که استاد لایق ممکن یک چند سال، 20 سال زیادتر، شاید چند ده سال پیشتر نوشتن، عیناً خودی میگه که یک نتیجه و حاصل همین حالت ها وقتی حالت آدم به بیماری گرفتار میشد، بعضا این بیماری چند پیدا دارد، همین واهمه و ترس و بعد ناامیدی ها و همین خیلی چیزها به بار میارد، عصب خراب میکند و تماما اشتها، همین چیزها هر کس هر خیلی میگذاره. لیکن من همین حالت های اثر گذراندم و چون از من پیش چقدر عزیزایی که من میدونستم، همراهشون همکار بودم، سال دوست بودیم، همکاری ها داشتیم، چندین همین خیلی نفرها از دست دادیم. در همین تأثیری همون واهمه و ترسی همون باقی ماندگی بود و این خواهد نخواهد. لیکن به هر صورت من چقدر که شما گفتید، هم اولش خدا، واقعا از خدا امید داشتم و شبها که خوابم نمی برد، من قرائت قاری های مخصوص باید داشتم از طریق فلشکه یا که کانال قرآن می ماندم. بهترین قاری هایی که صدای خیلی زیبا و همین خیلی روح نواز دارن، همین فکر میکردم همین کلام ربانی بسیار با من تاثیر میکرد. بالاخره حالتی که خوابم نمی بود، همین آیسته آیسته در همین قرائت زیبا و خودی همون معجزه کلام الهی آیسته آیسته من آرام میکرد و خوابم هم میبرد. دیمش این که همین دعای همه عزیزان، مخلصان، هواداران البته بود که به درگاه خدا در همیشه برسا مستجاب. من هزاران شکر میکنم و خدا همه آن عزیزای ما که میشناختیم و از همین بیماری رحلت کردن، خدا رحمتشان کند. از روی بعضی اخبار
به مقام شهید رفتم همچون در این بیماری در این ولی صد شکر که حاضر نه شدت بیماری در ما کاسته شده است. فقط دویم سیم روز از میفهمیم که عموما در تاجیکستان یگان نفر ثبت نشده است. البته سال موش با اصطلاح اگر خیلی تحلیل کنیم موش خودش یک جانور بسیار ضررناک خطرناک هر در خانه یک نفر موش پیدا شود چقدر به تهلکه میافتند. بله. بعد مرگ موش میکوبن و موش گیرال میکوبن که نیست کنن خیلی بعد همون چیز که یک در همین راستا یک نفر بیچاره هیچ کارش برای نمیگرفته است با یک خاکستر گرفته برات پیش من بازار میگفت که این مرگ موش است انا خریداری کنید موش نیست میکند. بعد چند نفر رو میخرن یک نفر میبیاد میگه که آخه هیچ موشای خانه ما گم نشدن چه کنیم. بعد میگه چیکار کردی خام میریختم اونجا نه برادر میگه و اول موش میخپی از دومش داشته یک 5-6 بار یک بالا یک سنگ یک زمین سخت میزنی وقتی دهنش باز شد باز از این دورو کمتر میریزی تمام مسئله حل. خلاصه خیلی برای همین موش الهیم که همین تمام همون نحسی و کثافت و هوا بلاها با خودش برد. البته گاو بقر اولین حیوانی است که انسان به خودش رام کرده است و به خودش نزدیک کرده است گاو است. ببینید گاو چقدر برکت دارد از شیر و گوشت و از قیماق و از پوستش و پای حتی پاروش برای علاوه برای گرم کردن گرمی خلاصه که همه وجودش برکت است و همیشه دوام میکند که همین مثل دیگر حیوانات خانگی که ان شاء الله ما هم باور داریم که سال 2021 هم سال پروفایز دوستی استاد دولت وادلف نکردن گفتن که گو پیش از بعد اوچش میگه که برای فروش نوخی گو امروز یک شنبه میگیره بازار دلش نمیشه بم میبره خونه باگ میگه جنجال که بر فروش آخه بم میبرن و بم میبرن آخه چی با نمیفروشی آخه میگه این به من حق مادری داره میگه من این شیر خوردم میگه چه من یه میبرم میفروشم کلام شدم چه برم میفروشم. شنو بین من آموزگاری ماستر تشخیص میانه عمومی رقمی 18 نوگه فیلبرسی همچون در حیث آموزگاری صفای پیلویست کار میکنم نسازیران شروحات میباشم. من مخلصی اکوی ارتق میباشم و با اون کس اولا در سال نو بسیار هم کامیابی ها رو می نمایم. چی سبب شد که شما این کسب رو انتخاب کردید و با این قدر جلوی بلند زندگی رسیدید و همه مخلصان شما از شما راضی‌اند و در این سال به شما موفقیت می‌خواهیم. شنو بین سلامت باشن. البته برای چی دکتر نه برای چی معلم نه برای چی راننده نه برای چی فلان نه برای چی اکتور همین راننده گفتی من در خیلی خردسالی هم وقت به های ما برای ماشینگر دیوی نبود اسفال به اصطلاح منفرش نبود فقط تابستان ها یکم ماشین می آمدم چنگلاباد کرده می آمد یکم ماشین می دیدیم برای ما این یک عجایب بود که بعد در فصل تابستان در هر ماه یک بار کینو می آمد به دهه ما فیلم می آوردن در همون دیوال در دیوال یگان لطه میکشیدن یا لطه میکشید که یک مسجد کهنه بود یک قسمش با آهک سفید کرده بودن در همون دیوال نشان میدادن. همون روز از لحظه های خوشبختترین حیات ما کودکان دیگه بودن. یکی میدیدیم که یک ماشین وقتی چنگلاباد میشد در هم میدیدیم هم ماشین آمد بعد میدیدیم که ماشین خیلی در پالاش یک کبود بود و کینا نوشته شده بود بعد همه که میدیدیم همه با هم دیگه پیغام میدادیم کینا در برای فروردن اون وقت برق هم نبود سال 70 در رو برق نبود و می فروردیم دیویژوک داشت با سوزجواری پر میکرد بعد همون که بخیر قوطی های لنت های کینای می فروردیم یاردم میکردیم. این از لحظه های خوشبختترین حیات ما بود. همین کیناها هم البته تاثیر میکرد وقتی ما میدیدیم اون قهرمان های
میخواستیم که مثل همون باشیم. بعد در دهه بیشتر یعنی که شغل بازی های بچگانه بود، جنگ بازی. این از قدیم بود، چون در استاد لایق میگه که همان در باز میخوام که از نو کودکی نادان شم، قهرمان جنگ باشم، جنگ بازی ها کنم. در همین خیلی ما با میخواستیم قهرمان جنگ باشیم، جنگ بازی ها میکردیم. یک گروه همون با اصطلاح سویتی میشدیم، یک گروه همون نمیست، بعد طرف جنگ بازی، بعد همین. لیکن همین چنون بازی میکردیم که همه باور میکردیم. مثلا من اگر نمی‌سمیدم پراغ میپراندم و میافتید میغیرید همه با پنهانی گاوک کشی ها همینا. یعنی الفبای شاید نخستین الفبای اکتیوری همین بوده، همین بازی ها باور میکردیم. بعد خیلی البته قصه ها و افسانه‌گویی های مادر کلان ما همین با افسانه بسیار دقت میکردیم و مادر کلان هم خیلی نقل میکردن افسانه‌ای که میدیدیم، همون قهرمانای میدیدیم، همون جاهای منظره های دیگه تاثیر میکنه. اومد اینجا با اومد، انا از بالا و ایت کیمچی پسرما کشف اومد، همین میدیدیم. با بعدتر من وقتی که من بالای کوه اونجا وقتی نوادی پادر با پیش دراز میکشیدم و سمالیات میگذاشت میگفتم که همین باش لیات شوم. خیلی آرزو هم میکردیم. خیلی بعد یک مدت آرزو در دل داشتم که معلم شوم، چون معلمان وقتا در دهه معلمان از همه صاحب احترام ترین نفرها بودن. ولی متاسفانه ما در مکتب میانه هم طوری گفتیم حتی هم زبان روسی هم درست نخوانده بودیم. از بس کوهستان و راههای در زمستان هم بسیار پر برف و پر لای، ولی در زبان خارجی عموما قریب نخوانده بودیم. وقتی من آمدم خواستم حجت سپارم به دانشگاه ملی به فاکولته شهرشناسی، دیدن که در نامه کمال من از فن زبان خارجی بها نیست. گفتن شما اونجا ما قبول نمی‌کنیم. اینا هم چندی بار قصه کردم. این یکی از اولین حالت‌هایی که من ناامید شدم و گریه کردم، تلخ گریه کردم. همین چیزا سبب شد یک همسایه‌مون از مراد سیدناز در همین دانشکده صنعت می‌خوند در موسیقی. وقتی که من از در دانشگاه ناامید با آب چشم آمدیم، در هم یک کچینار یک اجاره میشتن یک خانه همونجا که آمدیم بعد گفت که خیلی تو چی گیره می‌بینی؟ همین سال گفت من دانشکده صنعت نو شده شد برای فاکولته شعبه اکتیاری، گفت آزمون عمومی جمهوری اعلان شد. این بسیار خیلی تو از این هنر کم بیش داری که برخوردار هستی که با هدایتی همین عزیز مراد سید نیازов ما رفتیم به ساحه هنر. شاید گفتی خدا دختری خوب بشودیم، شاید یکان مهندسی خوب بشودیم. خب سوال دوم شنو بین. من سهیل فضلی هستم از جماعت کنگور. من مخلصی استاد آتی قدیر هستم. میخواهم بحری برای ما یک غزل قرائت نمایید. مردم کنگور هم هنرمندای بهترین از آهنگسازا فتا دینه میراتلا عطایف و این استادان تورخان احمد خانوف، مثلا عبیدالله رجب، محمد سید پیر و لطفالله دولت، سلطان کریم، همه اینها البته اهل مردمی کنگور بسیار مردمی شوخ طبیعت هم، مردمی همه هنرمندن. در خانه نیست که اونجا من بار اول به توسط لطفالله دولت فهمان شده بودم، سال 1975 فکر میکنم فهمان شده بودم. در همه جا همین البته یک دوتا حتما هست، سرود هست و من اولین بار همون گرگ بیگ با خانه لطفالله آمده بود سرود میخوام. مردمی بسیار ظریف طبعا. من بابای سید یپلاق در صحبتاش بسیار شتایی هم مردی قدر ظریف، قدر مردی شوخ بود که همه در صحبتی که بابای سید یپلاق فقط ترکشی خنده بود، ترکشی خنده. بگو بچه هم خواهی که میگیم که همین غنیمت همین لحظه ها که یک دیگر یک شاد کنیم و شادی بخشیدن. این جالب بدی میگوید که شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری والاتر. یعنی همین مسئولیت بدنه، همین خنده، شادی افزون میگردن.
برای میچونین دوست کنگورتی ما این دادرکش از شیرینی ما که غزل خواهش کرد، من بازم در همین موضوع میخوام که من غزل مولانا بابایمان مولانا جلال الدین بلخی به یاد بیارم که ادامه هم موضوع همین برنامه شین و بین است که میگه بیا تا قدر یک دیگر بدانه که تا ناگه ز هم دیگر نمانه، چو مومین آیین مومین یقین شو، چرا با آینه ما رو گرانه. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانه. فسون قل اعوذ و قل الله، چرا در عشق هم دیگر نخوانه. غرضها تیره دارد دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانه. گه خوشدل شوی از من که میرم، گه خوشدل شوی از من که میرم، چرا مردم پرست و خصم جانه. کنون پندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مرتکانه. چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از خمت در امتحانه. چو بر گورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده کاکنون همانه. خاموش کن مردوار ای دل از ایران، بستی متهم مازن زبانه. بیا تا قدر یک دیگر بدانه، که تا ناگه ز هم دیگر نمانه. بیا تا قدر هم دیگر بدونیم. دوستان عزیز، شما برنامه شین و بین رو تماشا دارید. دوام دارد سوال جواب. خب سوال نوبتی. شین و بین. سلام علیکم. من رستم بختیار، ختم کننده دانشکده صنعت بدن بهداشت تحصیل داده شعبه اکتوری هستم و یکی از مخلصان استاد عاطف قادر هستم و با استاد یک سوال داشتم. برای چی استاد همیشه در تئاتر عبارت‌های گوناگون می‌آفرد ولی در کینو کمتر؟ سبب چی باشد که استاد در کینو کمتر اشتراک می‌کند؟ شین و بین. وقتا بابیشو شایف بخورم حد کنم گفت که بسیار سوال معتدل دادیم. سوال معتدل، ولی که نامعتدلش در آن است که خیلی این وابسته البته نه به من است، با کارگردان های سینما. شاید در شخص من، در سیمای من، در چهره من قهرمان های فیلم های خودشان را ندیدن، ولی همین در این اواخر یک از خطلان زمین برادر بسیار عزیزی ما در یک فیلم با عنوان صحو و من یک نقشی دکتری داروساز پیشنهاد کردن. من خودم گفتم که انا چهره نو در سینما. یا یک از شاگردان یونس یوسفوف یک فیلم گرفتن با عنوان اشک. در اونجا شادروان امان قادرов در نقش اساسی بودن، پدری که در خانه پیرانسالان. بعد معلوم میشد که دخترش همجا کار میکرد است و یعنی که با تقاضای قسمت اینها از هم دیگر جدا شده بودن. در اینجا هم نقش دکتر با من پیشنهاد شد. خودت گفتی که شاید شما دکتری خوب بشید. خیلی در همون در یک ویدیو فیلم تلویزیونی در سالهای 80 عصر گذشته گرفتن ساجد غلام بود، حیات و عشق. من در همونجا نقش دکتر بازی کردم. این پسری وزیر، یعنی بسیار من فیروز میگفتن در کوچه هر جا که پیدا میشدم او فیروز گفتم مراجعه میکرد. در نمایشی مشهور بود سوالی آخرون. شین و بین. سلام عرض میکنم دوستان عزیز، من اسفندیار غلامزاده و سوالی داشتم به عاطف قادر که خیلی دوستشون دارم. ایشون من دریا هستم در سخن، در شعر
میخواستم بپرسم که خوشبختی را ایشان در چی میبینند؟ اسفندیار غلامов هنرمند ناتکرار تئاتر و سینمای تاجیک هستند. اسفندیار و این اولاد همگی از اپی فاطمه شروع کرده، شادروان، ساجده بانو، ساجده غلامова و جانهایشان، برزجان، دیگر همه اینا فدایی های راه هنر هستند. وقتی که من امروز با اسفندیار غلامov بر این هنرمند در یک تئاتر، در یک صحنه وقتی همکاری میکنیم، این مگر خوشبختی نیست؟ بله. وقتی که فاطمه غلامova هنوز که من دانشجو بودم، در دانشکده به من به طور انفرادی درس نطق صحنوی میدادن، مگر این برای من خوشبختی نیست؟ با استادان، با مامی قناعت، با باخر امزاده هم نشست بودم، با ساطمه زاده، استاد بازار صابیر، لایق، گل نظر، همه امروز من چقدر دوستای من در اتفاق نویسنده ها، چقدر هنرمندان معروف، سراینده ها. من شب‌های ایجادی چقدر سراینده ها و شب‌های ایجادی شاعران و اهل هنر مجری بودم، برنده بودم، مؤلف برنامه بودم. وقتی که من در کوچه میرم، آدمان با انگشت نشان میدن یا که سلام میکنن، مگر این برای من خوشبختی نیست؟ البته من در همینجا بودنی منم همین چای صبحانم برای من یک جهان خوشبختی است. همین شخصیت دوست میدونه. دوست میداره. چشمتون پوشین گفتن گیرین همین شخصیت دوست میدونین. همین شخصیت در کجا اساسه؟ در پس شما نگاه داره. شما نگاهش نکنین، شما گویین که همین شخصیت دوست میدونین. اگر استاد هاشم گدا باشن خیر دوست نداشتن همیشه. اگر نباشن چی؟ اگر نباشن نه دوست میدارم. بله اگر پی باشی. خب توی رفتگین یک عمر قطعی هم نفر شاید صدای خوب داره یا نه؟ اگر من همراه وی توی رفته باشم، وی صدای خوب دارد. شما یگان مرتبه همراه همی آدم مناقشه کردگی هستین؟ اصلا من طبیعتی من خیلی نیست که من مناقشه کرده باشم. یک عمر همراه رو پروشت خورا خوردگی؟ شاید خودش گوشتی میگیره. یا گوشتی میگیره. راستی گفت من خیلی گوشتینگیر نیستم. پوشش میکنه. یگان مرتبه شما رو همین شخص خنداندگی هستن؟ من همیشه کوشش میکنم که خندم. البته خندونگی هستن نه؟ از دست یگان چی خوردگی؟ اگر از دستش خیلی شاید اوه خیلی دست دو با دست کنه قطعه میودم گوه که میدهیم آید بلندی میپرین اجویا نه یک باید اگر بلندی اگر تقریبا یک متر باشه میپرین حتما میپرین. از این بلندترش علاقه 1.80 نمیشه. اگر آرزو داره همه آدم داره آرزو البته همیشه نیکی بیند، همیشه خوبی بیند، سلامت باشد. مهمش هم که سلامت باشد. زنده باشه. کسی باشد نباشد سلامت باشد. نه میتونه بینه کسی باشه نباشه که و همه آنهایی که امروز شاید حالا اونقدر سختی های زندگی ندیدن و اندیشه های غلط دارن، مراجعت میکنم که ما همین صلح و آرامیش، همین آسایشتگی، هر نفس باید شکر کنیم. هر نفس شکر کنیم در مقایسه با
با کشور من همسایه‌مان افغانستان که چندین 10 ساله هست که هر یک گوشش ترکیش آدم و غرق خون، طفل‌ها و سفیدا، یعنی هیچ آرامی نیست. نمیدونه انسان ها نقشه کشن که چه خیل ما در یک فضای صلح و صلاح این با آسانی به دست نامده است. این البته آرمان همین مرد نجیب بوده است که در یک منظومه عبدالله رهنما میگه که قسم به باره سنگی که قصر ملت شد، قسم به موج خطی پرچمی پرافشانش، قسم به همت مردی بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش. مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستانش. و این واقعیت است که برای امروز همین خنده های ما، برای آرامی ما، برای اینکه من جشن ها، عروسی ها، یک امنیت هست، ما باید از تلاش و از تدبیرهای این مرد همیشه باید سپاسگزار باشیم. ولی در گرد این مرد فقط با صداقت، با راستی، با راستگویی و راست قولی باید یعنی که گرداییم. 3 مصلحتی که برای ما نفرایی که برای 3 کس و در چهره ما 3 کس با چند میلیون نفری که در سین سال ما هستند، 3 مصلحت و 3 نصیحت، یا یک تایی یک مصلحتی یک نصیحتی. همچون یک نفری که علاقه شما از این سین سال گذشته پستی بلندی ها رو خیلی دیده. البته امیدوارم من با این سینی من بخیر در دامن 65 قرار دارم، صاحب نبیره ها هستم، بابا هستم. وقتی من نبیره اولینم تولد شده بود در گهواره‌بندان، وقتی گفتم بابای، من گفتم نه خیر بابا نگو، اخوانم شوهری بیبی گفتم مراجعه گفتم همون نفری که تبریک میکنم گفتم شوهری بیبی گفته مراجعه کنی بهتر. لیکن امروز کاملا اعتراف میکنم که بابا هستم. و این البته موی سفید من گواهی میتید. و اینجا چند عکسی که شما نشان دادیدان، من از جوانی خودم شروع میکنم. پس این عشق پس این عکس عشق است و من با عشق گفتم که ای عکس نشانی روی ماهی بودی، از تازه جوانی هم گواهی بودی. من پیر شدم ولی جوانی تو هنوز، حقا که رفیق نیمراهی بودی. یعنی همین عکس و من وقتی که به من نگاه میکنید و به عکس من، همین خودش نصیحت است. یعنی که به قدر جوانی باید رسید. من از زبان مشرف قاسمی که عمر طولانی دیدم، یک حکمت شنیده بودم که میگفتن ای کاش جوانی میدانست و ای کاش پیری میتوانست. یعنی من امروز با همه جوان ها مراجعت میکنم که همین حکمت دریابند. ای کاش جوانی میدانست. همین ای کاش یعنی که از خود بدر کنند و دانند که همین لحظه ها قیمت است. برای سینای بزرگ میگوید که چون پیر شدی کار جوان نتوان کرد، پیرید با کافور باران کردن مو، یعنی با کافور نهان نتوان کرد. در ظلمت شب هر آنچه کردی در روشنی روز همان نتوان کرد. یعنی این بزرگان، من مثال خود سینا اگر به مثال بگیریم، حال در طفلی علاقه پورا قرآن رو از خود کرده بود. در 17 سالگیش تمام علم‌های زمانه خودش رو فرا گرفته بود. همه هم مثل ما و شما انسان بود. چرا؟ یعنی که انسان هم امکانیت‌های دارد. بعد جوانان تاجیکستان مراجعه میکنم که آینده ما شما هستید. امروز از قید همین تنگی محل و همین
میگیم که محلگرایی بیرون آیه خودتان فرزند ملت تاجیک شناسید. برای این البته باید تاریخ خودتان را دانید. آنطوری که سروری کشورمان میگن پیشوای ملت که از تاریخ از گذشته ها باید ما همون شیوه ننگ و ناموس، افتخار ملی، خودشناسی باید یاد گیریم. در مجموع میخوام با همون بیت های فیض کاشانی که من بسیار خواندم و در همه جا بسیار خوب پذیرفتن مردم، به این صحبت شین و بین و شین و تدبیر کن، تحقیق کن، تحلیل کن، یک بار با گذشته نگاه کن، چه از گذشته سبق گیر، برای آینده فکر کن. همون فیض کاشانی بسیار ساده، روان، ولی بسیار صمیمی و بسیار با آدمیت بلند و عاشقانه گفته است که بیا تا مونسی هم، یار هم، غمخوار هم باشه، انیس جان غم فرسوده و بیمار هم باشه. شب آید شمع هم گردیم و بهر یکدیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کار هم باشه، دوای هم، شفای هم، برای هم دوای هم، برای هم فدای هم، دل هم، جان هم، جانان هم، دلدار هم باشه. و هم یک تن شویم و یک دل، یک رنگ و یک پیشه، سری در کار هم آریم و دوشی بار هم باشه. و جمعیت پناه آریم از باد پریشانی، اگر غفلت کند آهنگ ما هوشیار هم باشه. و وقتی هوشیاری عقل کل گردیم بهر هم، چو وقتی مستی آید ساغری سرشار هم باشیم. شویم از نغمه خانه عندلیب غم سرای هم، برنگ و روی یکدیگر شده گلزار هم باشیم. غم هم، شادی هم، دین هم، دنیای هم باشیم. بلای یکدیگر را چاره بود ناچار هم باشیم. یکی گردیم در پندار و در گفتار و در کردار، زبان و عقل و دل یک کرده خدمتگاری هم باشیم. نمی بینم بجز تو همدم ای دوست در عالم، بیا دمساز هم، گنجینه اسرار هم باشیم. بیا تا مونسی هم، یار هم، غمخوار هم باشیم. که بکنم باشه سه مصلحت یا سه نصیحتی گفتی، همین مصرهای بسیار صمیمی و بسیار عاشقانه فیض کاشانی و همه آن پاسخ داد. زنده باشه، سلامت باشه دوستان عزیز. با همین آرزوهای نیکی که استاد کردن، با هم بودن، غنیمت دانستن هر یک لحظه عمر خود رو. ما با شما خیر نمیگوییم، فقط میگوییم تا دیدار آینده. در این لحظه شما ما رو تماشا دارید. با شما بودن نصرالدین اسداللهیف، سبحان کریمов، بنده امیدجان سلطانزاد و مهمان عالی قدری برنامه شین و بین، هنرمندی مردمی جمهوری تاجیکستان، استادی که اینقدر دوستشان می‌داریم و فقط آرزو میکنیم که استاد صحت و سلامت باشه، با هنرشان ما و شما رو خرسند کنن. مهمانی با بودن، با ما باشه. برنامه شین و بین رو شما تماشا کردید. خیر خدا یارتان. شین و بین. Shino,